کارتان هر موقع ایشالا به امید خودم مغازه زدید مشغول کار شدید فرق نمیکنه، حالا صنف صافکاری، نقاشی، هر چیزی، مکانیکی، هر چیزی، شما یه قیمت واقعی دارید، یه قیمت چسب، یه قیمتی که مشخص نجومی، اون قیمت واقعی خودتون رو بگید. ببین برعکس خیلی الان هستن از شهرهای دیگه مراجعه میکنن، سوال میکنن، ببین ما اسم نمیبریم که برای یه سری شهرها یا خوب بشه یا باشه براشون تبلیغ، یه سری شهرها هستن شهرهای توریستی ان، شهرهای بزرگن، اون قیمت اون منطقه اون شهر قیمتش فرق داره. چرا؟ اون ماشیناش بولترن، ماشیناشون خارجیه، به قول من گفتنی مشتری گذریه، یه سر به طورشون میخوره. اون میتونه آقا به جا بالفت دستمزد 10 تومانی 15 تومن بگیره، ولی یکی که یه شهر کوچیکی داره کسب میکنه، کاری رو انداخته، باید قیمت واقعیش بگیره. آقا با اون همخوانی داره با اون شهری هست 50% 60% جمعیتش قشر کارگرن، حقوقای 10 تومانی 15 تومانی داره میگیرن. شما نمیتونی ماشین خودروی میاره پیشت، میخوای 2 روز روش کار کنی ازش 50 میلیون بگیری. این حواستون باشه، اگه میخواید با بازار رقابت کنی بازار رو داشته باشید.